در سنن ابن ماجه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ابو هریره روایت است روز دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت و ابو هریره رضی الله عنه فرمود یا رسول الله سبب در چی است که روز دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گیری؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در روز دوشنبه و روز پنجشنبه بخشش گناه است. الله سبحانه و تعالی گناه هر یک بنده را می بخشد. از همین سبب من روزه می گیرم مگر آنی را که نمی بخشد به انشان قهری است. شخصی که با همدیگر قهری هستند از روز دوشنبه و پنجشنبه محروم هستند که این روز بخشش گناه است تا آن زمانی که صلح بینشان افکنند، یعنی که با همدیگر آشتی نکنند. سبب در چی است که قهری میکنید؟ برای مال دنیا، برای یک پارچه زمین. این از سر ما و شما میماند. اگر دنیا را هم که جمع کرده بگیر 1 متر جا، همان هم اگر در نصیبت باشد همونجا میروی و خودت چیزی نمیبری. آیا 1 ثانیه هست همون اگر نصیبت باشد همون میبری. یک بار فکر کرده بعداً با هم دیگر قهری کن. اما قهری از عادت مسلمان نیست. با کی قهری میکنی؟ با برادر خودت که همه از یک شخص آمده ایم. میگه اگر شخصی که قهری باشند با همدیگر در مسجد اگر هر دو نماز خوانده باشند نماز هر دوش فاسق است، نماز هر دوش قبول نیست. شخصی که با همدیگر قهری هستند نمازهایتان قبول نیست. قهری تا 3 روز است. قهر میکنی میرنجی بعد از 3 روز رفته بخشش بپرس، چون که همه کار تو بیهوده است، بیفایده است. یک جا خیر میکنی دست یک برادرت را میگیری، نماز میگذاری، روزه میگیری، حج میکنی، همش بیهوده است. اگر که با یک برادر خودت قهری باشی این همه گذران است. دوستانم با همدیگر برادر باشید، هرگز قهری مکنید. این قهری و این ناز و نوزی که میکنید برای خودتان ضرر دارد. مسلمان بودن تو کی به کار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. تو به نام مسلمان هستم گفته همه کار را کنی، این به کار نیست. مردنت اعتبار است. وقتی که میمیری تو مسلمان گذری از دنیا، آن همونش اعتبار است. برای مسلمان گذشتن ما باید چی کار کرد؟ با برادر دوست باشیم، رفیق باشیم، همدیگر را دوست داریم تنها به خاطر الله. چون که هر یک شخصیت برادر خود را به خاطر الله که دوست داشت روز قیامت از همدیگر شفاعت میکنند. یا اینکه برای منصبت قهری میکنی، یا اینکه سوم دارم گفته با برادرت قهری میکنی که آن کم بغل است. اصلا از قطره منی، لایق تو نیست منی، از رهی بول شدی کبر و منی ها چی کنی. اصل ما از یک آبی هست که برای ما خود نشانتی نیست. از رهی بول شده، از راه یک جایی که ما و شما به دنیا آمدیم از یک جای پیشاب کردن است. کجا منمنی میکنی؟ منمنی زیبی الله است که او پاک است و بزرگ است. من و تو نطفه آبیم، نزیبت کبر و منگویی، به زیر خاک تنهاییم همه باید خدا جویی. ما از یک آب ها شده ایم که عاقبت ما همه خاک است، باز تای خاک می رویم. این کبر و منی ها شخصی می کند که اون نمیرد. این هم الله است، نمی میرد، همه رونده است. در امان الله باشه.